مادر فرزندش را چنین نصیحت کرد: پسرم، در آینده نه چندان دور مرا پیر و ناتوان خواهی دید. در گفته‌هایم، در کارهایم منطق نخواهی دید. هر زمان که مرا چنین دیدی، لطف کن و به من کم وقت بده و صبر کن تا مرا بفهمی. هنگامی که دستم می‌لرزد و غذایم بر روی لباسم می‌ریزد، هنگامی که از پوشیدن لباسم ناتوانم، صبر کن پسرم. سالهای را به یاد آور که این کارها را به تو یاد می‌دادم. اگر دیگر جوان و زیبارو نیستم، مرا ملامت نکن. کودکی ات را به یاد آور که تلاش می‌کردم تا تو را زیبای و خوشبو کنم. پسرم، اگر دیگر نسل شما را نمی‌فهمم، به من نخند. اگر چیزی را نفهمیدم، تو برای من چشم و گوش باش و برایم بفهمان. پسرم، من بودم که آداب و اخلاق را به تو آموختم. من بودم که به تو آموختم چگونه با زندگی روبرو شوی. فکر نکن که وقت پیر می شوم تو باید به من بگویی که چی کار کنم و چی کار نکنم. پسرم، وقتی که پیر شدم کند ذهن می شوم، فراموش خاطر می گردم. صحبت کردنم آهسته و آرام می شود، فکر کردنم سخت می شود. اگر مرا در چنین حالت دیدی، از من خسته مشو، زیرا آن زمان که تو کودکی ناتوان بودی، من از تو لحظه هم خسته نشده بودم. و اکنون هم خوشبختی من این است که با تو هستم. تو تمام زندگی من هستی. هنگام تولدت با تو بودم، پس هنگام مرگم با من باش. اخترم، گوهرم،